بسم الله الرحمن الرحیم. با آموزش ایزیفیت در خدمتتون هستم. در این قسمت میخوایم که دبی یا بارش متغیری، هر متغیری که داشته باشیم با دور بازگشت‌های مختلف به دست بیاریم. حالا فرض میکنیم که ما این دبی با دور بازگشت با ریسال‌های مختلف رو داریم. این قسمت رو کپی میکنیم توی نرم افزار ایزیفیت و کنترل پیستش میکنیم. بعد بهترین توضیح های مختلف رو بعد از اصطلاح برازش بهشون میدیم که به ترتیب از دقیق ترین روش از بالا تا پایین ادامه داره. اینجا پارامترهای مربوط به هر توضیح رو اینجا نمایش نشون میده و خلاصه پارامترهاش هم اینجا توضیح داده برای هر روش به چه صورتی هست و مقادیر پارامترهاش هم نشون داده شده. اینجا رتبه هر توضیحی رو نشون میده با روش‌های مختلف در این قسمت. حالا برای اینکه ببینیم برای دور بازگشت‌های مختلف به چه صورتی هست، سپس از از که انتخاب کردیم روی گزینه هیستوگرام میزنیم. این قسمت کلکیولیشن میم برای با بازگشت 2 ساله و این عدد متغیر مانده یا بارش یا دبی رو به دست میاریم. برای دور بازگشت 5 سال عدد 8 رو قرار میدیم و مقدارش به دست میاریم. این قسمت میذاریم. برای دور بازگشت 10 سال عدد 9 5 سال 96 سال 50 سال 98 سال به این صورت متغیرمون با دو بازگشت‌های مختلف به دست میاریم عددشو.